مجلس ملی تاجیکستان طرح اصلاح شده دو سندی را تصویب کرد که جزاهای سخت برای قانونشکنی هنگام رانندگی مقرر کردند. در جلسه پالاتای بالای پارلمان روز 28 اوگوست طرحهای کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری قبول شد که بر اساس آنها در صورت رانندگی هنگام مستی یک نفر میتواند به مدت طولانی از حق نشستن پس رول محروم شود. مثلا این حال طبق ماده 332 برای اداره نمودن واسطه های نقلیات در حالت مستی جزای محروم کردن از حقوق اداره واسطه های نقلیات به مهلت 2 سال تعیین کرده می شود. هنگام قبول شدن قانون مذکور باشد جوابگری پرزور کرده شده منبعد برای همین کردار جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برای حسابها یعنی 15,000 سومانی یا حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز با محروم کردن از حقوق اداره واسطه های نقلیات به مهلت 5 سال تعیین کرده می شود. تغییر آزاد رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری که تغییرات را معرفی میکرد گفت همچنین بر اساس قانون‌های نو رانندگانی که مست بازداشت میشوند ممکن است تا 50,000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال از آزادی محروم کرده شوند. مردم عادی میگویند خوب است اگر قانون نو رانندگان را به رعایت قاعده‌های حرکت وادار کند، ولی باید همه در نزد قانون برابر باشند، چه منصبدار و ثروتمند و چه تقصیران یا کارگری عادی. اکنون میکردگیش همو خیلی میکنه میکردگیش لیکن بسیار خوب شد که این کارا کردن. سخت‌تر کردن جزا برای قانون شکنی هنگام رانندگی با پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان صورت گرفته است. قبلا رانندگان مست را در تاجیکستان حد اکثر تا 3,500 سومانی جریمه می‌کردند. روزانه در تاجیکستان حداقل یک نفر در صدمه‌های نقلیاتی کشته می‌شوند و سال 2016 بیشتر از 400 نفر در این گونه فلاکت‌ها جان دادند. در گذشته در تاجیکستان چندین صدمه‌های نقلیاتی مرگبار با شرکت افراد بلندپایه یا فرزندان آنها صورت گرفتند، ولی بسیاری از آنها با پرداخت جریمه آزاد شدند. مطبوعات درباره صدمه‌های مرگبار با شرکت مفتش کمیته امنیت، پسر معاون نخست وزیر و هم پسر سابق رئیس اداره راه آهن تاجیکستان گزارش دادند.